خب سلام علیکم، سلام دوباره. روی یوروین 14 فوریه کلیتش توی 1 ساعته که به یه سطحی رسیده، یه دوتا سقف بوده. سقف رو سعی میکنیم بفروشیم و اینجا توی 15 دقیقه این رونده داشتیم که این حرکت برای من اینو به وجود میاره. درست این اولین هیدن نیست، یعنی منظورم اینه که این نیست، این بوده، ولی چون که عدم تناسب و هیدن رو داریم، یعنی اینجا هم عدم تناسب داریم هم هیدن و اینجا هم هیدن، من میخوام از این استفاده کنم، ولی پوزیشن ریسکیه. روی 240 هم یه دونه خط میذارم. توی 1 دقیقه این اون سطحی بود که داشتیم و توی 1 دقیقه قیمت این خط روند شکونده، این خط روند داره و دایورجنس کراس از اینجا یا اینجا و منتظر یک سقف هستیم که بفروشیم. و نکته مهم، اگه کراس از اینجا در نظر بگیرم، این یه هیدن بوده ولی خب قابل استفاده نبوده برام. اینجا منتظر یه هیدن هستم. مثلا بیاد تا اینجا خیلی خوب میشه. 65 46 ببینیم که چی میشه. یوروین خیلی سریع حرکت میکنه، یعنی باید حواسم باشه. الان 1 2 3 من اینه. خب این اون هیدنی که میخواستم، ببینیم که چی میشه. ولی میگم در کل پوزیشن ریسکیه. حد ضررم فعلا اینجا. اینم پاک میکنم. ببینیم که چه اتفاقی میفته. این سطح بی منه و من این 1 2 3 رو گرفتم. .50% سطح هم مشخص میکنم. این اگه یادتون باشه 240 بود، 240 با خط تو صورتی و 50% با
باکس قرمز. این خط روندم میکشم. حالا ببینیم چی میشه. یه آلارم این زیر، یه آلارم اینجا. من یه دونه ترید دیگه اینجا میزنم. اگه یه ذره بیاد بالاتر یه دونه دیگه میزنم. 65 46 46 0 ببینیم چی میشه. کراسم حفره دیفالت زیر 0 هیدن مکدی. خب حالا اگر بخوایم برعکس فکر کنیم چه اتفاقی میفته؟ به این شکل میشه. برعکس بخوایم فکر کنیم ببینیم چی میشه. زیر خط رونده هیدن داده، کراس داریم و اینجور داستانه، ولی پوزیشن ریسکیه. خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود که من اصلا این پوزیشن دوم رو نمیزدم، یا وقتی که میومد میرسید به اینجا من پوزیشن دوم میبستم، چون واقعا نیازی نبود. حالا ببینیم که چی میشه. من دستم روی پوزیشن بستنه. اینجا چندین احتمال میتونه به وجود بیاد، چون از زیر خورده میتونه فقط یه دایورجنس باشه و بریزه، میتونه بره بالا. اگر به این ناحیه ها برسه من پوزیشن دوم رو میبندم کامل. حد ضرر من به خاطر این بردم بالا که احتمال این حرکت رو میدادم، ولی این سقف رو واضح بزنه خارج میشم و اینکه این خط روندم میکشم و این خط روند. میخوام ببینم واکنشش به اینا چی میتونه باشه. 50% اینم مشخص میکنم. توی یورو پوند و دلار ین قیمت داره میریزه، ولی توی یورو ین قیمت داره میره بالا. بعد ببینم که چی میشه. و یه اشتباه دیگه که کردم این بود که تو دوتا ترید رو توی یک ناحیه نباید میزدم. اینم خیلی نکته مهمیه. توی دوتا ناحیه مختلف میزدم، انقدر فاصله کم بین دو ترید نبود. قیمت هی داره همین توی نواحی بازی میکنه. این خط روند رو شکسته، ولی دیدگاه برعکسمون برای بای این میشه. یعنی
تو روند بزرگمون اینجوری میشه اگر این اینجا باشه. ببینیم چی میشه. راستی 50% موج که این بود، 50% اینم مشخص میکن. 50% این میشه. بذار TPR رو اینجا بذارم، حالا ببینیم چی میشه. اگر دوتاش بخوره 12 26 12 و 26 میشه. 38. من $35 میخوام که حد سود روزانه ها بگیرم. خب قیمت به سقف رسید. من الان آماده اینم که ببینم قیمت فقط بالای این سقف بسته میشه یا نه. همین بسته بشه جفت پوزیشن رو میبندم. دقیقا اتفاقی که اینجا افتاد که اینجوری قیمت اومد از زیر به خط روند خورد، اینجا هم با دیده، یعنی با زوم کوچیک‌تر توی فرکتال پایین تر افتاد. این نشون از چی داره؟ نشون از عدم پایداری بازار توی اینجا داره. یعنی بین سل و بای هنوز تصمیم مناسبی بین همه تریدرها گرفته نشده و همه مثل من گیجن. قیمت یه بار دیگه به اون سطح خورد و من این خط روندم هم میکشم. اینو ادامه میدم، اینو ادامه میدم و تا الان دیگه نورمال اینجوری بودم. آماده بستنم. خب قیمت به این بالاها رسیده و من هنوز نبستم. سعی میکنم یه ذره چارت رو خلوت کنم. این کراس هم بوده. زمانی که من داشتم سل میزدم، بله، زمانی که من داشتم سل میزدم یه نکته خیلی مهم بوده که الان متوجه شدم. این که کراس 15 و 60 اتفاق افتاده ولی این دوتا مووینگ یعنی 15 و 60 زیر 240 نبودن بلکه بالای 240 بودن و کراس کردن و اومدن روی 240 و بعد رفتن بالا. این خیلی نکته مهمیه. الان توی دو تا ارز دیگه من موقعیت دارم میبینم که جفتش هم یوروه. یکیش یورو نیوزلنده، یکیش یورو اوزیه. یورو اوزی و یورو نیوزلند. توی یورو نیوزلند
این فرمت رو داریم. این اتفاقات افتاده، کراس انجام شده، زیر صفر و هیدن. اینو باز یه ذره میبرم بالاتر. نه به خاطر اینکه میخوام نبندم، به خاطر اینکه میخوام تو اصلاح ببندم. این اینجا و اینم اینجا. توی یورو نیوزلند هم یه چیزی تو همین مایه هست. من استوکو پاک کنم. توی یورو نیوزلند هم به همین شکل. کراس دیفالت زیر لول 0 و هیدن هم با ایناست زیر 240 و توی 1 دقیقه هم به این شکل. ببینیم که چی میشه. خب منتظر سلم توی این داستانا، توی این حواشی حوالی. به این یه دونه استوک اضافه میکنم. چون ولنتاین مبارک. عصری کادوتو میارم. ولنتاین شما یه چیزیه که خیلی خوشت میاد. چیه؟ دیگه حالا ولنتاین مبارک. ولنتاین شما چی ولنتاین مبارک نداریم برای کسی بدین؟ نه والا.
دروغ نگو به دیگه. خود ندارم. خب کاری ندیدی؟ خب اینم زدم چون که کراس شده بود و هیدن شکل نگرفته بود، فقط با این یک دوسته زدم. خوب نبودین. تحت تاثیر این داستان این هم تحت تاثیر قرار گرفت. 30 تقسیم بر 100 0 3. خب اینم دوباره هیدن داد. با این ببینیم که چی میشه. یه ذره ناپایداره وضعیت کل بازار، نمیدونم داستانش چیه. خب یه ذره وضعیت کل بازار ناپایداره، نمیدونم داستانش چیه. اینجا یه دونه هیدن دیگه، من یه دونه دیگه میزنم. ناپایدار. خب وضعیت این خیلی داره میریزه روی این سقف. میخوام ببینم که واکنشش به اینجاها چجوریه و واکنش اینا به این سطوح. ببینم چه شکلیه داستان. خب کراس 4 برابر هیدن سل، این 150%. اینجا کراس 4 برابر هیدن TP 150%. اینم به این دوتا برسه میبندم. ببینیم که چی میشه. یه ربع دیگه هم بازار نیویورک باز میشه، خود اون یه حرکتی به بازار میده. SL اینا بیاد اینجا. این استوکارم پاک میکنم. رسیده به سقف و هیدن داده روی خط رونده، ولی من نمیبندم تا تو 0 ببندم یا با ضرر بیشتر. تصمیم یکی گرفتم. اینا رو هم یه ذره دیگه میبندم. اینا یه ذره بیاد پایین بستم. بازار نیویورک داره باز میشه. حرکت های عجیب غریب داریم. ببینیم که چی میشه. این اینجاها بیاد میبندم، این سقف رو بزنه میبندم، این سقف رو بزنه میبندم، این به این
صفر هم برسه میبندم. یه راهکاری یکم که دارم اینه که کل این داستان به صفر رسید ببندم. حالا ببینیم چی میشه. وضعیت بازار رو مشاهده میکنین بعد از باز شدن نیویورک. این توی این سطح دیگه با ضرر زیاد بسته میشه. اینا رو منتظرم ببینم که چه اتفاقی براشون میفته. ببینیم چی میشه. وضعیت حال حاضر بازار رو مشاهده میکنید. توی خب یه بررسی بکنیم. کراس هیدن دوتا سل 150 15 دقیقهش کراس هیدن دیفالت هم جهت. پرونده این بسته شد. یورو نیوزلند کراس اینجا هیدن شکل نگرفته بود. این یه اشتباه. اینجا باید ترید میزدم ولی خب با این 1 2 3 زدم. کراس عدم تناسب 15 دقیقهش کراس هیدن عدم تناسب نه البته و یعنی به چیز نخورده بود به مووینگ 60 نخورده بود. هم جهت دیفالت و سل. پرونده اینم بسته شد و پرونده این باز موندم. ببینیم چی میشه. اینجا 2 تا حالت ممکنه به وجود بیاد. یا این سقف رو بزنه یا همینو بریزه و بیاد که اگه بریزه و بیاد برای من خیلی بهتره. نتیجه اون ترید های قبلی هم یورو اوزی بود 14 دلار، یورو اوزی 18 دلار و یورو نیوزلند 15 دلار. ببینیم چی میشه. بازار تو اینجا قرار داره. سقف رو بزنه میفروشیم. این کف رو بزنه نگه می‌داریم. ببینیم چی میشه. خب متاسفانه این تریدا با ضرر بسته شد. اینجا بوده حد ضرر ولی این حجم دیگرم ضرر کردیم. مشکل توی خروج بود و همین دیگه. مشکل توی خروج به امید و انتظار اینجا باید میبستم نبستم اشتباه کردم. خب توی یورو پوند و یو اس کد موقعیت میبینم. کراس هیدنی نداشتیم.
اینجا اومده بالا. این هیدن اول. یه استوک اضافه کنیم. این نه این سی یک کراس دیفالت بالا. این نداره هنوز، ولی خب 1 2 3 شکل گرفت. و توی دلار کت هم کراس اینو ترید زدم. این بعدیه. هیدن اصلی بزرگه بعد از کراس 15 و 60. ببینیم که چی میشه. اینجا با هیدن استوک ورود کرد. دید نورمال هم این هست. ببینیم چی میشه. وضعیت جالبی نداریم. این که اصلا گذشت هیچی. اینم خط روندش رو شکوند و داره میاد پایین. احتمال اینکه حد ضررش بخوره خیلی زیاده. ببینیم چی میشه. چیکار میتونیم بکنیم؟ این اینجا هیدنش رو داد، ولی سی تقسیم بر سی یک. این که هیچی.
یه بار دیگه من زدم. خب وضعیت بازار به این شکله. فعلا اینجا داره یه ذره درجا میزنه. ببینیم که چی میشه. چون که حجم معاملات زیاده، یعنی 2 تا یلاته، من یکیشو میبندم. این سقف رو بزنه من یکیشو میبندم. بازار تو اینجا با کم شدن این زاویه خط روند داره فکر میکنه که یه لو جدید بزنه بره بالا یا همینو بره بالا. من حالا صبر میکنم ببینم چه اتفاقی میفته دیگه. برای این بستم که به حد سود روزانم رسیده بودم. $99.94. اینم تریدش به این شکل بود. کراس ولی دیفالت زیر لول 0 بود. از اینجا رفته بالا، از اینجا اولین ایده. کراس 15.60 توی 1 دقیقه. اینجا ورود کردم. سود روزانه رو امروز گرفتیم، بریم باشگاه. فعلا